29 مرداد 1337 بغداد. مردی در میان این کوچه ها مخفی است. مردی که هم مردم عراق و هم نیروهای ارتش به دنبال یافتن او هستند. او برای سالهای زیاد اصلی ترین مرد در حکومت عراق بوده. یعنی از نخستین دقایقی که در همسایگی غربی ایران کشوری به نام عراق تأسیس شده، او همیشه مرد اصلی بوده. نوری سعید پاشا، نخست وزیر حکومت سلطنتی عراق، حکومتی که دیگر نیست اما میراثی از خود به جا گذاشته که 23 سال بعد آتش جنگی بسیار بزرگ را در غرب آسیا روشن خواهد کرد. بغداد، روزگار رضاخان در ایران. نوری سعید این روزها را از این سوی اروند نگاه می‌کرد. او می‌دید که در ساحل اروند شیخ خزعل برای خودش حکومتی دست و پا کرده بود و انگلیسی‌ها از او مقابل قاجارها دفاع می‌کردند. وقتی قرار شد رضاخان منافع بریتانیا را در سطح کشور تأمین کند، خزعل قربانی محبوبیت رضاخان شد. یک شبه حمایت بریتانیا از پشت خزعل به پشت رضاخان لغزید و کار شیخ سرکش برای همیشه تمام شد. نوری سعید خیانتکار بودن بریتانیایی ها به شیخ را دیده، اما امیدوار است بریتانیایی ها کوتاه نیایند و سلطنت عراق که روی خون 40,000 عراقی بنا شده فرو نپاشد. بنابراین نوری سعید خود را برای آغاز دور بعدی نمایش آماده می کند. ادعا روی اروند رود. نوری سعید در دور دوم بازی کل اروند را می‌خواهد و اگر بشود خوزستان را هم جدا کرد چه بهتر. دولت عراق پس از استقلال ظاهری و قرار گرفتن زیر پرچم بریتانیایی ها اعمال حاکمیت بر تمام اروند رود را جزو حقوق خودش می‌داند. به همین دلیل در سال 1301 دولت‌های انگلستان و عراق قراردادی برای اداره اروند رود بستند. قراردادی که طی آن دولت انگلستان اداره اروند را به عراق واگذار می‌کرد. این هم از دستاوردهای نوری سعید. الروله غزوا على الحويطات وذبحوهم وخذوا فرشهم. اما حالا که رضاخان در ایران به سلطنت رسیده و هر دو برادر زیر یک پرچم قرار دارند، وقت آن رسیده تا اروند برای عراقی ها سند بخورد. اما آنچه سلطنت انگلیسی عراق با آن مواجه شده دیگر حکومت قاجار نیست،
در ایران مردی بر سلطنت نشسته که بزرگترین روشنفکران ایران او را حمایت می کنند. انگلیسی ها او را برای سلطنت در نظر گرفتند و قرار است ایران را در مقابل تجزیه طلبی ها مقاوم سازد. آیا رضا شاه این زیاده خواهی سلطنت انگلیسی عراق را پاسخی نظامی و محکم خواهد داد؟ این سوالی بود که آن روزها مثل خوره روان نوری سعید را می‌خورد و می‌تراشید. آن سالهای پر از خوف و رجا گذشته است. اکنون وقت آن رسیده تا عراق سلطنتی خود را برای خواستن اروندرود به ایران تحمیل کند. سال 1311 فرا می‌رسد. فیصل و سعید دل را به دریا زده و راهی ایران می‌شوند. فیصل از برادر بزرگترش رضاخان می‌خواهد تا برای حل مسئله اروند تمایل نشان دهد. رضا شاه قبول می‌کند، اما عمر فیصل قد نداده و 1 سال بعد می‌میرد تا این مرد بر تخت شاهی بنشیند. پسر ارشد فیصل، غازی یکم، دومین شاه عراق. غازی هم مثل فیصل اداره امور را به دست نوری سعید می‌سپارد. مرد همه کاره عراق تلاش می‌کند در حکومت شاه دوم کار نیمه تمام را به نهایت برساند. بریتانیا سالهاست که خود را مالک و قیم عراق و ایران می‌داند. مفاد قرارداد را مشخص و دیکته می‌کند. یک جانبه می‌بندد و یک جانبه اجرا می‌کند. در سالهای ابتدایی دهه 20 این بازی دائما ادامه دارد و بعد هم برای محکمکاری در سال 1313 دولت عراق با هدف جلوگیری از اعمال حاکمیت ایران در اروندرود با پشتیبانی انگلستان به جامعه ملل شکایت می‌کند. اینها را نوری سعید پیش می‌برد، اما با اینکه حمایت بریتانیا را هم پشت سر خود دارد، دنیا روی خوشی به ادعاهایش نشان نمی‌دهد. جامعه ملل طرفین را به مذاکرات مستقیم دعوت می‌کند. باز هم مذاکره، باز هم خاطرات تلخ میرزا تقی‌خان امیرکبیر. شرایط جهانی به گونه ای نیست که بریتانیا با زور و اجماع اروند را از ایران جدا کند. سرنوشت مذاکره هم بستگی به طرفین دارد. اما این بار امیرکبیر نیست که مذاکرات را به سود ایران بچرخاند. یک سو رضا شاه است و سوی دیگر نوری سعید پاشا. وزیر خارجه در ایران باقر کاظمی است. مردی ملی‌گرا و مخالف سرسخت با تجزیه ایران. او که در مجامع بین المللی پیروز شده با دست پر به دیدار رضا شاه آمده. کاظمی امیدوار است شاه ایران داستان اروند را برای هیئت صلح غازی یکم روشن کند، اما داستان جور دیگری میچرخد. باقر کاظمی خاطرات آن روز را اینطور نوشته: ما نزد رضا شاه رفتیم. نوری سعید وزیر عراق آمد و گریه و زاری کرد که بگذارید این رودخانه مال ما بشود. شما دریای فارس و دریای مکران را دارید، اما ما هیچ چیز نداریم. رضا شاه گفت خب اروند را به اینها بدهیم. با همین یک جمله کار تمام می شود. رضا شاه تمام ساحل اروند را به عراق تازه تأسیس می بخشد
و تنها 5 کیلومتر آب، آن هم در کنار خرمشهر و آبادان، برای ایران باقی می‌گذارد. این اتفاق عجیب بزرگترین پیروزی عراق تازه تأسیس بر همسایه شرقی است. پیروزی بزرگی که در قراردادی با عنوان 1316 در همین سال ثبت می شود. اتفاقی که بستری بزرگ برای درگیری دائمی دو برادر خواهد شد. رضا شاه با حمایت کامل روشنفکران بر تخت سلطنت نشسته است تا تمامیت ارضی ایران را حفظ کند. اما سال به سال تکه‌های بیشتری از خاک ایران را به کشورهای همسایه می‌بخشد. همه را هم بدون کوچکترین جنگی. بزرگترین آن هم داستان اروندرود است. ایران اروند را از دست داد تا رضا شاه به یک پیمان دست پیدا کند. او با عراق و پاکستان، ترکیه و افغانستان پیمانی امضا کرد که به سعدآباد معروف شد. دولت‌های امضا کننده این پیمان متعهد شدند از مداخله در امور داخلی یکدیگر خودداری کنند، مرزهای مشترک را محترم بشمارند، از هر گونه تجاوز نسبت به خطوط مرزی یکدیگر خودداری ورزند و از تشکیل جمعیت‌ها و دسته‌بندی‌هایی که هدف آنها اخلال در صلح میان کشورهای همجوار و هم پیمان باشد جلوگیری کنند. البته تاریخ به رضا شاه زود نشان می‌دهد نوری سعید چقدر به این پیمان وفا خواهد کرد. هرچه زمان به فروردین 1318 نزدیکتر می شود، گویی شرایط در دو سوی اروند برای انگلیسی ها بیشتر به هم می ریزد. غازی شاه عراق عاشق هیتلر شده. درست مثل تعلق خاطری که به جان رضا شاه هم افتاده، به نظر می رسد آینده از آن هیتلری است که در مقابل بریتانیا و فرانسه قدرتی جدید خواهد ساخت. هر دو شاه به سمت این ابرقدرت جدید تمایل نشان دادند و بوی شکست در دو سوی اروند به مشام بریتانیایی ها می رسد. انگلیسی ها دلنگران مستعمراتشان در غرب آسیا شدند، آن هم در آغاز جنگ جهانی. چهارده فروردین 1318 کرکوک. در این روز قرار است اتفاق مهمی بیفتد. غازی که تا پیش از این دل به آلمان ها خوش کرده بود، فهمیده جانش به همین دلیل در خطر است. پس با پای خودش آمده تا دوباره شیر نفت کرکوک را به روی انگلیسی ها باز کند. انگلیسی هایی که به او هم تاج و هم تخت داده اند و هم اروندرود را. مالک اروندرود شیر نفت را باز می کند و بعد می رود تا به قصرش بازگردد.
قصری که این کودک 4 ساله درون حیاتش بازی می کند. فیصل دوم، کودکی که قرار است روزی جانشین پدر شود، بیخبر از اینکه آن روز همین روز است. نوری سعید غازی را به دستور انگلیسی ها می کشد و این قتل را یک تصادف جا می زند. غازی تاوان اشتباهاتش را پس می دهد و از این لحظه شیرین ترین روزهای عمر نوری سعید شروع می شود. انگلیسی ها او را به شاهی در پس پرده تبدیل کردند. نوری سعید قیم پنهان سلطنت است. 6 ماه بعد هیتلر به لهستان حمله می کند و جنگ دوم جهانی شروع می شود. سوم شهریور 1320. تنها 2 سال از نایب السلطنه شدن نوری سعید در عراق می‌گذرد که این شاه در پس پرده به قرارداد سعدآباد خیانت می‌کند. رضا شاه مزد بخشش اروند به نوری سعید را خیلی زود می‌گیرد. عراق با اینکه به رضا شاه قول داده بود برایش دردسری درست نکند، پایگاه حمله بریتانیا شده و انگلیسی ها از بصره به سوی ایران سرازیر می شود. آبادان و خرمشهر اشغال و شراب فتح در قزوین برای فاتحین بریتانیایی صرف می شود. این فرجام قرارداد سعدآبادی بود که به عراق دستور میداد خاکش را برای حمله به ایران با هیچ کشوری شریک نشود. روزی که سعید نایب السلطنه شد، کاشفان انگلیسی فقط معادن عراق را صاحب نشدند، بلکه تمام آثار باستانی بین النهرین را هم تصاحب کردند. عراق به نام بریتانیایی ها سند خورده بود، اما آن کس که در پس پرده ها شاه بود نوری سعید بود. چرخ چاه‌های نفت به نام نوری سعید میچرخد و حتی آبهای خروشان کرخه هم میدانند شاه واقعی این سرزمین نوری سعید است. فیلم‌های تبلیغاتی توسط بریتانیایی ها ساخته می شود تا نشان دهد عراقی که در فردای قتل مراجع و علما و سرکوب قیام بزرگ ثورة العشرین درست شده، رنگ و بوی تمدن و پیشرفت دارد. نوری سعید سعی می کند حداقل بخش‌هایی از بغداد را شبیه لندن کند. هر خط لوله‌ای که در خاک کاشته می شود، نوری سعید را به کرکوک می کشاند تا آن را برای انگلیسی ها سند بزند. پشت این کوه‌ها اعراب عراقی زیر آفتاب داغ لوله ها را به هم پیچ می کنند تا نفت به سوریه و از آنجا به اروپا برسد. نوری سعید مثل جنتلمن ها از این هواپیما پیاده می شود، درست مثل خود بریتانیایی ها. او شبیه عراقی ها نیست. سعید در کنار خانم های چشم روشن غربی می ایستد، زنانی که آمده اند تا شاهد کار مهم شوهرانشان باشند. نوری سعید مثل نگین میان این جمع خارجی می درخشد، درست مثل یک اروپایی، نه یک عراقی. اما دیر یا زود هر کودکی بزرگ می شود.
فیصل دوم قد کشیده و با این بیانیه شاه قانونی عراق می‌شود. أنني أحافظ على أحكام القانون الأساسي واستقلال البلاد والإخلاص للأمة والوطن. با قد کشیدن فیصل، نوری سعید گاهی از پس پرده برون می آید، نخست وزیر می شود و گاه دوباره به پس پرده باز می گردد. او مقتدرترین مرد عراق است، مردی که روز به روز در نگاه مردم عراق منفورتر می شود. در ایران اما پسر رضاخان هم قد کشیده و بزرگتر شده. یک ترور سنگین را از بالای سر رد کرده و رفته رفته سعی می کند خودش را در کشور پیدا کند. البته اگر این مرد بگذارد. محمد مصدق با پشتیبانی آیت الله کاشانی و مردم تصمیم دارد نفت را ملی کند. ملی کردن صنعت نفت کاری بود که غازی هم می‌خواست انجام دهد و بریتانیا بدون بخشش او را از رنج زیستن رها کرده بود. حالا باید علیه محمد مصدق کودتا شود. کودتایی که در روز نخستش به نظر شکست خورده می آید و محمد رضا ناچار می شود فرار کند. نوری سعید فقط در عراق به بریتانیا خدمت نکرده است. وقتی قرار شد بریتانیا در ایران کودتا کند، یکی از پایگاه‌های حمایت از محمد رضا پهلوی کاخ نوری سعید و فیصل است. محمد رضا به بغداد سفر کرده و از آنجا به ایتالیا فرار می کند تا کودتای انگلیسی ها در ایران پیروز شود. آنگاه او مجللترین هتل ایتالیا را ترک کرده و به کشور باز می گردد. او نیز مانند نوری سعید و فیصل اول وقتی به قدرت می رسد دستور کشتار مخالفانش را صادر می کند. محمد رضا پهلوی سلطنتش را دوباره مدیون بریتانیا است. بریتانیایی که هم سلطنت عراق را دارد و هم پادشاهی ایران را. در این دوران هیچ اعتراضی از سوی محمد رضا به قرارداد 1316 نمی شود. شاه انگار اصلاً اروند را نمی خواهد. نوری سعید همه این خاطرات را اینجا مرور می کند، کنار ساحل اروند. او امیدوار است کشتی‌های جنگی انگلیسی او را بالاخره نجات دهند. اما آیا این اتفاق می افتد؟